الان میپره. سلام، چطوری؟ والنورکس هستم. امروز 2 تا کلیپ بسیار ترسناک و هیجانی براتون آماده کردم تا با هم ببینیم. در مورد 2 بلاگری که یکی کمپره و اون یکی تو کار ساخت و ساز. روزمرگی عادیشون رو میگذرونن. ولی تو این 2 تا کلیپ از این خبرها نیست. اتفاق وحشتناکی براشون میفته و اونا این اتفاق رو ضبط کردن. قراره که این اتفاق رو با هم ببینیم. قبل از اینکه بریم سراغ تماشای این کلیپ، یادتون نره که ما رو توی یوتیوب دنبال کنید و این ویدیو رو لایک کنید و حتما کامنت بذارید، چرا که قراره در آینده از خاطرات و اتفاقها و فیلم هایی که توسط شما هم فرستاده میشه کلیپ بسازم. پس بدون معطلی بریم سراغ کلیپ اول. کلیپ اول در مورد فردیه که در حال ساخت و ساز یک کلبه توی جنگله. بعد از 2-3 روز که به این کلبه سر میزنه، میبینه این کلبه کاملا خراب شده و این فرد تعجب میکنه. برای همین دوربین اونجا کار میذاره تا ببینه چه کسی یا چه چیزی این کلبه رو خراب کرده و با همچین فیلمی روبرو میشه. با هم ببینیم. اوه اوه اوه. خب این میتونه یه آدم معمولی باشه، شایدم پاگنده‌ای، نمیدونم والا. بعد از اینکه این فرد این کلیپ رو میبینه به شدت تعجب میکنه و وحشت میکنه. برای همین انگیزش میره بالا تا بفهمه این موجود یا انسان چیه. چادر رو برپا میکنه تا 1 شب یا 2 شب اونجا بمونه و این اتفاقهای وحشتناک براش میفته و دیگه به اونجا بر نمیگرده. بیاین این کلیپ ها رو با هم ببینیم. صدا رو میشنوین؟ خب این میتونه یه حیوان هم باشه. ولی این کلیپ دوم ببینیم. That tree that's out there in the opening, that is the decoy camp. چادر رو اونجا پهن I'll کرد. show you exactly where we are with an arrow. As you can see, once you're shut inside, it's quite cosy. خب تقریبا داره شب میشه. I'm gonna keep this light as low as I can. But it sounds like a woman shouting or screaming. Jesus. Jesus. خدا وکیلی وحشتناک. The hell is that? What the hell is that? شما جای این بودی Switch over چیکار to می‌کنی؟ night vision 1 second. شیت. کلیپ دوم در مورد کمپری که به جاهای مختلف میره و شب اونجا کمپ میکنه. ولی یکی از کلیپ هایی که این کمپر میگیره به شدت وحشتناکه و از اون به بعد دیگه جای کمپ نمیکنه. بیاین این کلیپ رو با هم ببینیم. من جا تو بودم در میرفتم، ولی این فرد این صدا رو به یه ورش میگیره و سعی میکنه که با مخاطبینش ارتباط بگیره تا خودش رو آروم کنه و بعدش بخوابه. ولی دوباره صدای وحشتناکی میاد. Alright, come on.
ترسیدی؟ صدا سگشه یا قورباغه چیزی؟ شیت استرس خالصه. الان میپره. Hi. این بلاگر که پوستش خیلی کلفته و فکر میکنه حیوانی چیزیه، سعی میکنه خودشو با خوردن مشغول کنه و این اتفاق وحشتناک براش میفته. با هم ببینیم. خودت مشغول کن. اوه شیت. صدایم. ببین اینجا دو تا نظریه برپا میشه. یکی که این رفیقشه، یکی هم یه حیوانی چیزیه. بعید میدونم رفیقش میشه. آخه این سبکی که این کار میکنه سبکی کمپریه. نظری ندارم. حتما توی کامنت ها نظر بدید. خب دوستان، این دو کلیپ ترسناک به پایان رسید. امیدوارم که نترسیده باشید. کلیپ ها به شدت ترسناک و هیجانی بودن. نظر شما چیه؟ و چالش این کلیپ هم با شما. سعی کنید که مراقب خودتون باشید. با والنورکس نترس. خداحافظ.